say you don't know where you go, so come. خب آماده ای پیاده شدی؟ نه نیستم. ببین کاری نداره. نیستم. موقعی که بهت گفتم فقط پیاده شو برو اینور. پسی. دیدی چقدر راحت بود؟ خیلی. برو. اصلا راحت. به ما بگو ببینم دما چند درجه است؟ دما 2 درجه است. منفی 5. دروغ میگی. Lost in your world. Memories of hope. Lost in your world. Looking for hope. برای تو چیز عجیبیه؟ نه این عمو نوروزه. حالا فرق عمو نوروز و بابا نولو فهمیدی؟ عمو نوروزه لباسش سبزه. نوروز با خب فیروز چه فرقی داره؟ حاجی فیروز لباسش قرمز صورتش رو سیاه میکنه. عمو نوروز عین بابا نوئله اما لباسش سبزه. یکی هم نه عزیزم من عکسشو همین الان سرچ میکنم میندازم روی تصویر. روز قشنگی. معلومه نه رو کولم معلومه که چقدر برف باره. دقیقاً. You can stay in this burning land. سابسکرایب یادت نره. Keep sailing up. برف رسما تگرگه. اصلا میخوره تو صورت آدم واقعا درد داره. خیلی درد داره. صورت هم یخ زده بعد قشنگ میخوره تو دماغم. میخوره تو صورت هم واقعا درد داره. نمیدونم چقدر معلومه. او مای گاد پشت تو. دونه هاشو پشتم کلی دونه داری. رو سعیت نشون بده. دونه های برف اینقدر گنده است و خوشمزه است. Looking for hope. خوش میگذره. کسایی که امروز اینجا نیستن واقعا جاشون خالی. واقعا این هوای قشنگ رو از دست دادن. من که الان هوا منفی 6-7 باید باشه ولی اصلا حس نمیشه. بشه ما خیلی گرمیم. واقعا حس نمیشه منفی هوا. خیلی خوبه. از برفش مشخصه چند درجه. خب ما الان به یه دوراهی رسیدیم که ادامه بدیم بریم یه خورده جلوتر املتمون خودمون درست کنیم یا اینکه بریم اینجا کافه آبشار اینجا یه چیز بخوریم. کدوم؟ خیلی گشنمه. تحمل نمی‌کنی بریم جلوتر؟ نه میخوای شل شی یه جا؟ آره میخوام استراحت کنم و دارم خیلی عصبی میشم. عزیزم عصبی نشو. خانومی که وایساده بود هلال احمر بود به ما گفتش آره نرید بالا و همینجا استراحت بکنید و بعد برید پایین ولی نمیدونه که ما قرار خودمون تو دردسر بندازیم. این هوا اومدیم اینجا. آره نه چون ما مسیر رو بلدیم و من تعداد روزایی که اومدم دربند از تعداد روزایی که رفتم مدرسه بیشتره. مشخصه کی از همه گشنه‌تره؟ نه اصلا مشخص نیست. گشنمه. خب چیکار کنم؟ بزن فهمیدم برای املت اصلا از آشپز استفاده نمی‌کنیم. اسم میکنم یه 80 میلیون نفر همین کار رو میکنن. خیلی حالا که به اسم اصفهانی رو درش دادی اوکی. بیا بدون نارنج نرو با نارنج دوست دارم. خیلی سخت شد. من گیر کردم. الفی
من خوبم. خوبم هنوز خوبم. دارم میمیرم. خیلی پس راه این قندیلا رو سختیه. میبینی؟ خیلی خوشگله. آره آره. بمیر آلت قتاله رو شکوندی. خدا آلت قتالت رو بشکنه. خدا. چی پیدا کردی؟ یه چیز اشکه. چی؟ اوه حالا میخوای من یه اشکل ترش نشونه دادم؟ برو جلو. خیلی قشنگه. این انقدر لقه میتونی برداریم ببریمش. چندین تا از اینا تو مسیر بود. به دردت میخوره؟ به درد تو قطعا میخوره. به درد من میخوره. با اینکه دستام زیاد جون نداره، خب ولی هیجان انگیزترین پارتش برای من پارتی بود که از طریق این خلبان می‌بینم. آره خیلی آره. خوبه. اینقدر برف باریده که پله های این قسمت رو کامل صاف کرده تا بالا. این پله هر کدومشون 30-40 سانت ارتفاع داره. اوه مای گاد. اصلا اومدن. اینجاها رو که نگاه میکنی حس میکنی خوابی. خیلی خوشگله. خورد میشه. خیلی خوشگله. چی جوری اینا این باد در اثر زده. طوفانه. باد زده بعدش برف اومده. اینم بخور. بخور. آها. خوبه. مزه خاک میده قشنگ. مزه آب نباتی که میخواستی و میده یا نه؟ برو. خب این رمپی که اصلا اینجا معلوم نیست، آخرین رمپیه که وقتی شما اینجا میرسی پناهگاه شیرپلا اونجا میبینی. بعد ولی ما هیچی نمیبینیم. هیچی. تو یه خورده ازم دور میشه من دیگه نمیبینم. مثلا اون آقای شاید مثلا اما 10 متر هم فاصله نداشته باشه ولی دیگه کم کم داریم نمیبینیمش. هنوز پر از انرژی. به لطف اون املتیه که خوردم. به لطف اون نبود واقعا. به لطف کره اسپون. آره کره اسپون. پیشنهاد میشه. هشتگ اسپون. تا به حال اینجا رو اینجوری ندیده بودم. واقعا این یه تیکه یک خاک مزخرف رمپ تو که اصلا برف نباشه زانو درد میگیری میری بالا. من دیگه کم کم دارم شبیه آدم برفی متحرک میشم. حالا تو این هوا یه سریا با شلوارک، با حلقه‌ای، با کتونی، خدا وکیل شما اینجا نگاه کن بدون یخشکن چجوری یکی میتونه اینجا رو با کتونی بره بالا. من با یخشکن دارم میرم حواسم نباشه سر میخورم. او مای گاد هیچی معلوم نیست. تا 10 متر بیشتر معلوم نیست واقعا. خوبه اینجا مسیرش مشخصه. یه جای فلت بود کامل گم میشدی. ای خدا چه با صلابت نشسته. آرامش خاصیه. او مای گاد دیگه هیچ جا رو نمیبینم. یس. بالاخره رسیدیم. Yes.
بریم ببینیم اول چقدر شلوغه، چقدر آدم میان تو این سرما این بالا. او مای گاد. خب از اول ولا که بهتون سلام ندادم، درود و مهربانی. امیدوارم تا اینجای ولاگ لذت برده باشید. ما اون ناهاره رو خوردیم و استراحتمون هم کردیم. الان می‌خوایم یه هات چاکلت درست بکنیم. بعدش هم دیگه خدا بخواد قبل از اینکه تاریک بشه بریم پایین، چون مسیر خیلی خطرناکه. قبل از اینکه به تاریکی بخوریم بریم پایین که من باید پاسخگوی مام بابا یه نفر دیگه باشه. خب درسته خانم، بریم که برگردیم. بریم تا دیر نشده. Let's go. موقعی که اومدیم اینجا معلوم نبود که آبشارش یخ زده. اون یارو ناکن بالا. اوه اینا دارن. این دیگه مورچه هست. آره اگر تو تصویر معلوم بشه. ما هم یه بار همچین کاری کردیم با خودمون. چیکار کردیم؟ آخر راقبتش خیلی بد شد. شب اینجا وای. خوابیدیم. اون اولین ولاگ یوتیوب بود که قرار بود بشه که نشد. دقیقاً. واقعا به چخ عظیمی رفتیم. از توچال تا اینجا واقعا راه سختیه. از ایستگاه 7 از قله. ایستگاه 7 باش. این چه کاری بود؟ بدترین کاری بود که تو زندگیم کردم. برو. اینا قندیل های خطرناکی نیستن. ما تصور میکنیم که مثلا خطرناکه. اینا بچه بازی نیستا. اینا واسه کار بزرگ سالانه است. اگه میخورد به چشم چی نمیشه. باش خورده نزن آتی میخوره به چشم. خوبی؟ اگه قبلی کارتو تموم نکردن این دیگه کارتو خیلی بیشوری خورد به پهلو. عزیزم ببینم چی شد. قطعش کن. همین الان که داریم میاییم پایین، حالا من به دورسا نگفتم، الان از این بالا یه سری یخ شکست تون رفت پایین. یعنی واقعا قلبم اومد تو دهنم. نکنه این خیلی جدی بشه. خب مثل اینکه هر چند دقیقه یه بار یه تیکه یخ میشکنه میاد پایین. امیدوارم بعدش تو سر ما نخوره. آقا چی شده بوده؟ گرگ چی میگه؟ 2 سال پیش بود تقریبا. به 3 شب بود گرفتم. کدوم سمت تو شما؟ از پلنگشال به سمت اکسپو 5. تو اونجا گره نیشاشو فرو کرد، دهنش در آوردن. سه تا بودن، شب بود تک تنها بودن. بعد خوردم زمین. تو شیل اینجوری بودم، خوردم زمین. چاقو دستم افتاد تاریک روی فقط سایه می‌دیدم. شدم به یه سنگ. یه مستقیم اومد تو شکمم، کوزه‌شو فرو کن تو شکمم. یه پس گردنشو گرفتم. اینقدر زور زد دیگه سنگ اومد دست اینقدر تو سرش زدم ولم که پشتش تپ بوده گربه نخورد. اینجا جا بیشتر به خاطر که رستوران هست و هوای غذا مزه نزدیک میشه. آره دیگه آره. آخه اون پشت توچالم گوسفندینا نگه می‌دارن. آره خود همینجا فیلم بگیر. اگه یکی مثلا اون لحظه رو فیلم حتی خب نگی به راحتی که در میگم نه. آره. شما مثل به زانو اینجوری بندری میزد. آره دیگه دقیقاً. ولی جالبه رفته برای آزمایشگاه چیز کنه اونجا پاری اینا. مثلا آره همه گربه و سگ و بعد یه دفعه گفته چی شده، گفته گرگ منو گازی همه پا شدن. خیلی هم مراقب باش. خیلی جالب بود گزارش این آقای از اینکه گرگ بهش حمله کرده. واقعا فکر نمی‌کردم که توی کوهستانای تهران گرگ به یه نفر بزنه فلان این حرفا.
همیشه یکی به من میگفت توچال و دربند گرگ دیدم، میگفتم برو بابا مسخره. ولی اینکه دیگه نمونه زنده‌اش جلو چشم بود خیلی عجیب بود. واقعا باید آدم توی زمستون حواسش باشه چه مسیری و تو چه ساعتی میره. این آقا هم چون توی شب رفته بود، کسی هم باهاش نبود و اینا، دچار این داستان شده بود. آقا امن باشید دیگه، این جوجه ها میایید حواستون باشه، حتما با کسی بیاید. اگر که جای اینجوری ناشناخته میرید که احتمال حمله حیوان داشته باشه، حتما یه دونه چاقو یا اسپرایی هستن که دافع حیواناتن و اینا، حتما تهیه کنید پیش خودتون داشته باشید. زدم چی بود؟ بالا رفتنش خیلی حال داد. پایین رفتنش واقعا برای کسی که تجربه زیادی توی کوهنوردی واقعا خیلی سخته. خیلی. یعنی حتی ممکنه به بدترین تجربهش توی کوهنوردی تبدیل بشه. واقعا همینطور. و اصلا دیگه پاشو نذاره توی کوه. ببین اومدن بالا کار راحتیه به نسبت. اگر در جای پای بقیه رو تقلید بکنی میتونی بری بالا، ولی پایین اومدن خیلی واقعا تجربه میخواد. خیلی سخت. پیشنهاد میکنم اگر که علاقه‌مند شدی این مسیر رو بیای، اگه تجربهش رو نداری، برگشتنی با کوهنوردهایی که از شیرپلا میرن به سمت ایستگاه 5 باشون بری ایستگاه 5 و با تلکابین بیای پایین. مسیر شیرپلا تا ایستگاه 5 توچال تقریبا 1.5 ساعت 2 ساعته. خیلی هم مسیر ساده ایه. یه سری جاش سخت هست ولی تکنیکی نیست، مثل دربند نیستش که حتما تجربه نیاز داشته باشه. آخه دورسا دوستش، خیلی کیوته. بوسش کن بوسش کن. حالا جیش سگ روش باشه. چون اینا چیه؟ یه قندیل کردن توش، یه جای بدی قندیل زده بیرون. انشالله که خیره. دیگه برو دیگه. کوکودی. اوخه. یه مش بزنم خراب شه؟ این بدم و هر کدوم خوشمزه تره. این به نظر من اینا خوش. قندیا بله. 2 دقیقه پیش بود میگفتی من نون میخوام، الان به نونت رسیدی. بخوریم بعد لباسش بخریم بعد به. بخوریم بعد چیزای دیگه بخوریم. چقدر میخوری تو؟ شاخ نمیشی؟ هرچی میخورم انقدر از دست تو حرص میخورم میسوزه. ببخش. نونو پس بده، نونو پس. خب بالاخره ما رسیدیم پایین و این سود زمستونی هم تمام شد. ممنون که ولاگو تا اینجا همراهی کردین. امیدوارم که از این ماجراجویی هم خوشتون اومده باشه. برای حمایت از این ماجراجویی ها حتما کامنت بذارین، سابسکرایب بکنین و زنگوله رو بزنین. اما اگر به هر دلیلی از من حمایت نکردین کاملا درک میکنم. همین که ولاگ ها رو مهمون نگاه زیبایتون میکنین از شما ممنونم. دوستتون دارم و تا یک ماجراجویی دیگه بوس به کله همتون. خدا نگهدار.